ادامه داشتن جریان عادی زندگی مردم در نصف جهان. اینجا میدان بزرگمهر یکی از میدانهای اصلی و مرکزی شهر اصفهانه و همینطور که مشاهده میکنید برخلاف اخبارهای رسانه‌های دشمن در امنیت و آرامش کامله و مردم در حال رفت و آمد و گذروندن روزمرگی خودشون هستند. الحمدلله در امنیت کامل هست و هیچ مشکلی الحمدلله نیست. مردم دارن در کمال آرامش زندگی میکنن و زندگی عادی ادامه داره تو اصفهان. شهروندانی که هر کدوم مشغول انجام یک کار در نقاط مختلف شهر هستند. ما دیشب نه پریشب مهمون داشتم، از تهران اومده بودن، از یزد اومده بودن، تا 2 نصف شب همینجا آبشار بودیم. بعد 2 نصف شب گفتیم بریم بستنی خوردن و موتور گردی اون ماشین، یه موتور داریم و یه ماشین و رفتیم تا احمدآباد دور زدیم و 4 باغ، بعدم دم فلک خواجو جاتون خالی بستنی خوردیم و اومدیم خونه. امنیت کلا خوبه. من زمان 8 سال دفاع مقدس رو در نظر دارم، یادم هست خودم بودم با چش دیدم. این با اون خیلی فرق میکنه، یعنی ما موقع 8 سال دفاع مقدس که داشتیم مستقیم دشمن رو به رومون بود، ولی این از کجا میخواد کجا رو بذارید چیکار میخواد. امنیت ما خوبه. از ورزش صبحگاهی شهروندان اصفهانی در بیش از 100 ایستگاه ورزش صبحگاهی بعد از اذان صبح تا فعالیت عادی در فضای اجتماعی کسب و کار شهر نشون دهنده جریان عادی زندگی در اصفهانه. مثل قبلا داریم کارمون رو انجام میدیم، هیچ خبری هم نیست از ما. خیلی هم خوب، همونطور آزاد کارکاسبون هم انجام میدیم. مردم میان میرن خریداشون میکنن، هیچ خبری هم نیست، اصلا احساس نمیکنه که جنگی هست یا نیست. مثل قبلا که بود هست. هر خریدی که داشته باشیم، اتوبوس رانی، همه این مغازه ها اینا همه در حال کار هستن. امنیت داری؟ بله امنیت خوبه. امنیت بله هست، مشکل نداریم. اصلا انگار جنگ است. ما میایم خرید میکنیم. در شرایطی که حفظ آرامش و امید باید بیش از پیش مورد دقت و توجه قرار بگیره. زهره گشول، خبرگزاری تصنیم، اصفهان.